شب 25 ایول سال 2022 146 شهروند تاجیکستان، 42 زن و 104 کودک توسط پرواز چارتری مستقیم از سوریه به وطن برگردانیده شدند. در این باره با نشر 5 عکس از فرودگاه دوشنبه خبرگزاری دولتی خاور خبر داد. خاور تاکید کرده است که بازگشت این شهروندان تاجیک از کشور جنگ زده سوریه با سپارش به واسطه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفته است. رادیوی آزادی خبر داد که زنان و کودکان تاجیک را از سوریه با هواپیمای چارتری شرکت شوم وینگز آوردند. این هواپیما ساعت 9 شب در پایتخت تاجیکستان فرود آمده است، ولی در فرودگاه دوشنبه تنها به خبرنگاران شبکه‌های دولتی اجازه دادند که از جریان ورود این زنان و کودکان عکس و ویدیو گیرند. آزادی می افزاید که بعد از انجام رسمیات همه مسافران این هواپیما به محل انتقال داده شدند که مقامات از اعلان نام آن خودداری میکنند. آنها را با 4 اتوبوس شرکت آذن اکسپرس از فرودگاه بردند و این کاروان را 3 ماشین یاری تاجری نیز همراهی میکردند. روز 25 ایول مقامات نیمه‌مختار کردهای سوریه اعلام کرد که 146 زن و کودک جنگیان تاجیک سازمان داعش را به سفیر تاجیکستان در کویت سپردند. فناری کیت، نماینده کردهای سوریه، به خبرگزاری فرانس پریس گفت: ما 42 زن و 104 کودک را که در اردوگاه‌های الحول و روش قرار داشتند به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده سپردیم. اینها زنانی بودند که یگان جنایت صادر نکردند و در حمله‌های تروریسم در شمال و شرق سوریه دست نداشتند.